درباره آدم مغروری که موجودیت خدا را رد کرده بود و درباره آن که امام اعظم ابو حنیفه به او چی جواب داد. در زمانهای قدیم در بغداد یک آدم بسیار مشهور زندگی میکرد. او را امام اعظم ابو حنیفه میگفتند. او بسیار عالمی برجسته بود و شاگردان بسیار داشت. در بین مردم او از احترام بزرگ برخوردار بود. اینچنین در همین وقت و زمان یک مرد مغرور زندگی میکرد که خود را داننده همه مسئله ها می حسابید. او تصدیق میکرد که خدا وجود ندارد و به هر جایی که می آمد در این باره بحث آغاز می نمود. این مرد مغرور درباره ابو حنیفه خبر یافت و خواست که با وی بحث دایر نماید. او به بغداد آمد، ابو حنیفه را پیدا کرد و همون سوال خود را بداد: آیا خدا هست یا که وجود ندارد؟ ابو حنیفه جواب نداد، تنها گفت که وی فردا در وقت معین و فلان جای بیاید و در آنجا به سوال خود جواب می‌یابد. معلوم است که بین بغداد دریای دجله روان است که شهر را به دو قسم جدا می‌کند. روز دیگر در وقت معین شده ابو حنیفه نآمد. مرد مغرور تا دیر او را انتظار شد و همان وقتی که رفتنی بود ناگهان ابو حنیفه پیدا گشت. مرد مغرور او را بدید و آواز بلند کرد: برای چی تو دیر ماندی؟ به فکرم تو میترسی که با من بحث کنی. ابو حنیفه به او چنین جواب داد: نه، من نمی ترسم. تو میدانی که من در طرف آن سوی دریا بوده شهر زندگی میکنم و شبانه طوفان پل را از بالای دریا کنده برد و من به دریا نزدیک آمدم و طلب نمودم که این پل خودش به یاری کارگران، ساختمانچیان و مهندسان برقرار شود. فرمان دادم که درختها و سنگها راست بایستند. به درستی این کار وقت معین را از من گرفت و من هرچند دیر ماندم ولی به هر حال اینجا رسیده آمدم. مرد مغرور فریاد کرد: تو دروغ میگویی. آیا پل میتواند به یاری کارگران، ساختمانچیان و مهندسان خود از خود ساخته شود؟ آیا کسی که به این باور میکند ناقص العقل نیست؟ ابو حنیفه همین جواب را انتظار بود و گفت: ای آدم، بیدار شو. تو تصدیق میکنی که پل خود از خود ساخته نمی شود. پس به فکر تو این کائنات چگونه خود از خود پیدا شده است؟ زیرا خود از خود حتی یک برگ درخت به جنبش نمی آید. اما تو تا حال در نیافته ای که هیچ چیز به سبب خود از خود پیدا نمی شود. او با همین مرد مغرور را متهم کرد.